we are more determined than ever to establish freedom and democracy in Iran. I thank you for being an example to the whole world, that those people who are willing to fight and sacrifice for freedom will achieve it. And you are an example to everyone in the world that's struggling for it. دیدار سناتور جمهوری‌خواه جان مکین با مریم رجبی تازه ترین دیدار یک مقام آمریکایی با سرکرده گروهکی بود که خود را رئیس جمهور برگزیده شورای مقاومت معرفی می‌کند. گروهی با کارنامه‌ای سرشار از ترور و جنایت در طول 4 دهه گذشته. 30 خرداد 1360 اعلام جنگ مسلحانه از سوی منافقین در روز عزل بنی صدر. بسیاری از مردم کوچه و خیابان در جریان ترورهای کور این گروه به شهادت رسیدند. 7 تیر 1360 انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی. در این انفجار آیت الله بهشتی و بیش از 70 نفر دیگر از اعضای حزب به شهادت رسیدند. 8 شهریور 1360 انفجار در ساختمان نخست وزیری در زمان برگزاری جلسه شورای امنیت کشور. در این انفجار محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به همراه چندین نفر دیگر از حاضران در جلسه به شهادت رسیدند. مسعود رجبی سرکرده گروه منافقین بعدها از اطلاع مقام‌های کاخ سفید از این ترورها خبر داد. على رئيس هذا النظام وعلى رئيس الوزراء هذا النظام وقضى عليهم هم كانوا يعرفون ولكن لم يطلقوا عليه لا 17 خرداد 1365 ورود مسعود رجبی به عراق و حمایت از صدام حسین در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله با ایران. مدعیان آزادی مردم ایران با صدام حسین دست دوستی دادند. اولا به آقای اگر علاقه نباشه من بی خود استعاره این علاقه به آقای حق این حق رو از لحاظ سیاسی نمیدونم از نحو عواطف و علقه انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران با نام فروغ جاویدان. عملیاتی نظامی که البته با پاسخ کوبنده رزمندگان ایرانی مواجه شد تا نام مرصاد و صیاد شیرازی از خاطر مردم پاک نشود. ارائه اطلاعات ساختگی و دروغین در خصوص تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. این اطلاعات به بهانه‌ای برای باز شدن پرونده هسته‌ای و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه مردم ایران تبدیل شد. کارنامه خونین منافقین حالا سیاهه ترور بیش از 17,000 ایرانی را در خود جای داده. با این حال نام سازمان منافقین از سال 1391 از فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا خارج شده. درست زمانی که این گروهک تروریستی دست به خرابکاری در پرونده هسته‌ای زد و همکاری خود را با موساد به منظور ترور دانشمندان هسته‌ای تقویت کرد. مجاهدین یک گروه تروریست نیست، نباید به آن برچسب زد. آمریکا در سال 1392 هم کمک 1 میلیون دلاری به منافقین برای انتقال به خارج از عراق را به تصویب رساند. منافقینی که در ابتدای راه مدعی مبارزه با امپریالیسم آمریکایی بودند، حالا دوشادوش امپریالیست و در صف مقدم اجرای طرح‌های ضد ایرانی ایستادند. ما هم مثل شما معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید برود. نه تنها ما بلکه همه جامعه ملل در کنار شما هستند. البته در دنیایی که سعودی‌های متجاوز به یمن بر کرسی حقوق بشر سازمان ملل می‌نشینند، حمایت علنی از تروریست‌هایی چون گروهک منافقین به اسم آزادی و سردادن شعار سرنگون یک نظام مردمی بعید نیست. باید رژیم ایران سرنگون بشه، اون هم در سریع‌ترین وقت ممکن. وأنا أريد إسقاط النظام.